خب بچه قندم، قوی ترین انسان در دنیا کی است؟ در زندگی قوی ترین انسان من هستم. بازم تکرار میکنم بچه قندم، قوی ترین انسان در دنیا کی است؟ گفتم نه که قوی ترین انسان خودم هستم پدر. خب بچه قندم، یک سوال دیگه، ضعیف ترین انسان در دنیا کی است؟ در دنیا ضعیف ترین انسانم خودم هستم. بچه قندم، از سرم خلاص نشد. پیشتر که پالیم استاده بودی و دستت سر شانه بود، فکر کردم که مثل یک کود پشتم هستی و به می خاطر خود قوی ترین انسان احساس کردم. و بعد از این که پس یک کم از من که دورتر رفتی و بر ما گفتی که ضعیف ترین انسان کی از، بازم خود ضعیف ترین انسان فکر کردم، چون که صاحب پدر و مادر که بالای اولاد نباشه خود ضعیف ترین انسان در دنیا اسم میکنه. پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی، هزاران غم پشت لبخندت چه کرد